No way. Will you look at that, ladies and gentlemen? That is unheard of. Look at the face of Marlin. He cannot believe that. این هفته خبر تو خبر داره براتون. از اولین نمایش روحوزی مذاکره ها و کاندیداهای مشنگی که به جای ارائه برنامه برای همدیگه جوکای اینترنتی سند کردن و اینطوری به هم پنجول کشیدن. میگن جناب آقای رئیسی سندروم پستی بیقرار شدید دارن. خب چه تضمینی هست که ریاست جمهوری رو فردا به سودا یه مقام بالاتر رها نکنید؟ بعد هم نوبت به رو کردن مدرک‌های تحصیلی قلابی رسید و به صورت جمعی ثابت کردن که بی‌سوادن. جناب آقای زاکانی، من خواهش میکنم از پوششی در بیایید. یعنی چی اینقدر متهم میکنید پول قلاب؟ اصلا شما اقتصاد نمیدونید که 2 کلاس اقتصاد خوندین؟ هسته پزشکیتون هم که معلومه چه جور مدرک گرفتین. دهن منو باز نکنید که این چیزا رو بگم خدمت شما. من میخوام با محترمانه صحبت کنم. پاسدار زاکانی هم که دید اوضاع خیته و ممکنه کار به جاهای باریک کشیده بشه، زد تو خط خالی بندی و یه لگد نثار فیس همتی کرد. اگر میدانید نگید، اگر نمیدانید بدانید دیگه نگید. مایه خجالته. نکته دومی که وجود داره این هستش که این فرمان نامزد پوششی، انشالله دیگه دفعه آخری باشه که این فرمایید. اگر بنا باشه کسی پوششی باشه، شما اصلی ترین نامزد پوششی هستید. اومدید 8 سال افتضاح دولت رو پوشش بدید. همتی هم که حسابی مراقب بود تا یه وقت دزدیاش رو نشه، این بار پیله کرد به دکترای قلابی سبزعلی رضایی و اینطوری گفت: جناب آقای رضایی، شما میفرمایید که من میخوام گروگانهای آمریکایی رو بگیرم فلان کنم. آقای رضایی، شما میگید من اقتصاددانم. من که میدونم چه جوری اقتصاد خوندین. من که نحوه اخذ مدرک شما رو خبر دارم. استادا رو مجبور میکردیم میگن دفترتون ازتون دست بدن امتحان بگیرن. پاسدار رضایی هم که دید ممکنه کاندیداتوری مادام العمرش در خطر بیفته، زد به صحرای تحریما و رقیبش رو اینطوری تهدید کرد: اینکه آقای همتی رجزخوانی نظامی و جنگی رو نمیداند یک مسئله است، ولی اینکه از دشمنان ملت ایران دلسوزی میکند عیب بسیار بزرگی است. اتفاقا ایشون در طی 3 سالی که در بانک مرکزی بوده کاملا با تحریم‌های آمریکایی همراهی کرده و در اولین فرصت اگر من دولت رو به دست بگیرم، ایشون و تعداد دیگری رو در دولت آقای روحانی ممنوع خروج میکنم و به دادگاه میسپارم. البته دعوای همه این جانورها یک هدف بیشتر نداره و اونم سهمشون از غارت مردم ایرانه. هر کدومشون میگن ای مردم به ما رأی بدید تا ما غارتتون کنیم، درست مثل این سکانس معروف. Hey, what are you doing here? We're holding up the bank. We're holding up the bank. Oh, no, I'm sorry. We're holding up the bank. We're holding up the bank. Oh, no, we were here first. Look, could you come back tomorrow? We'll be finished by then. We've been planning this for months. We're not going to have it ruined by a jackass. All right, we'll take a vote. How many people here would like to be held up by this group? Right, now, how many people would like to be held up by our group? Now, beat it. مهرعلی زادم که دید بحث بیسوادی کاندیداها داغه، یه جفتک نثار عمامه رئیسی کرد. من از جناب آقای رئیسی سوالم اینه که شما که فقط از نظر کارهای کلاسیک و تحصیلات 6 کلاس سواد دارید، البته من احترام میگذارم به سواد حوزوی حضرت عالی، ولی با این سواد نمیشه بعد اقتصاد اداره کرد. خیلی البته دراکولای نظام یعنی رئیسی با سوتی هایی که میده ثابت میکنه که از 6 کلاس هم کمتر درس خونده. طرف اینقدر با دار و داغ و تیر سر و کله داشته که به لوکوموتیو میگه لوکوموتیر. مسکن سازی صنعت پیشرانه. لوکوموتیره که تمام واگونا رو دنبال خودش میکشه، هم اشتغال ایجاد میکنه، هم بسیاری از
کارگاه‌ها و کارخونه‌ها رو فعال میکنه. ته خط وقتی کاندیدای نورچشمی عظما اومد حرف بزنه کله ملق زد و کل مشکلات مملکت رو گذاشت کنار و برای گیمرها روزه خوند. ما معتقدیم ما در فضای مجازی عقبیم. در فضای مجازی کار اونچنان بایسته نشده. زیر ساخت‌ها مشکل داره. من از جوان‌ها تو خونه‌ها سوال میکنم، از بچه‌ها سوال میکنم. شما دارید گیم بازی میکنید، دارید در واقع بازی کودکانه نوجوانانه انجام بدید، چقدر وسط بازی حالتون گرفته میشه. معلومه یه زیر ساخته درست نیست. رئیسی با این ژستش میخواد جوانها رو جذب کنه، اما یه چنین گوریلی جذب شد. تو برای من انیسی به کوری میریسی، رای میدم به عشق رهبرم به آقای رئیسی. هر بار که آخوند رئیسی میخواد یه ژستی بگیره، آخرش همه چی رو سر خودش خراب میشه. حالا اونایی که تا اینجا دیدیم مال خود مناظره بود. اینا قبل از مناظره هم با هم داستان داشتن. این اختلاسچی رو ببینید که چطور سر یک کلمه قشقرق را انداخته. آقای همتی بفرمایید یک شماره بین به غیر از 5 از 1 تا 7 به غیر از 5 انتخاب. در عنوان همه رو گفتی آقا، فقط آقای رئیسی گفتی جناب آقای رئیسی. خواهش می‌کنم رعایت بله از من جناب آقای همتی در خدمت شما هستیم. قبلش هم جناب آقای قاضی داشتیم. جناب آقای همتی. طرف رئیس بانک مرکزیه، بعد تبلیغ انتخاباتیش اینه: وانی رفت همتی آمد، مدیری غیرتی آمد، برای ملتی آمد تا دلار پایین بیاید. وانی رفت همتی آمد، مدیری غیرتی آمد، برای ملتی آمد تا دلار پایین بیاید. نوچه های عظما و جوجه توریسین های نظام هم از کسادی بازار انتخابات حسابی به وحشت افتادن و به جای تبلیغ انتخابات ترسشون از آخر و عاقبت نظام رو برملا میکنن. دقت کنیم تو انتخابمون، به خدا با یه انتخاب ما این ور اونور مملکت این ور اونور بشه. چه کسایی رو داریم انتخاب میکنیم؟ نگید مملکت میخوره زمین، نه، 1400 سال رسوب اسلام و تجربیات اسلامی میخوره زمین، ظهور عقب میفته، بره تا باز کی بشه یه گوشه شیعیان بتونن حکومت تشکیل بدن. تو 1400 سال شیعه تونسته برای خودش ارتش داشته باشه، موشک داشته باشه. این آقایونی که دارن خطا میکنن، این آقایونی که برای رسیدن به یه صندلی زمین و زمان رو به هم میدوزن، میفهمن با کجا دارن این کارو میکنن، توجیهن، به قرآن اینا عقل ندارن. بوفالوی ولایت هم هر روز یه فتوای جدید میده. یه روز میگه هر کی رأی نده کافره، یه روز هم میگه هر کی بگه خامنه ای معصوم نیست دشمن پیغمبره. شما برادران و خواهران از هر کله دهنی شنیدید که گفت رهبری که معصوم نیست. بدون این حرف دنبالش رویارویی با پیغمبره. حالا دیگه کار به جای رسیده که احمدی نژاد طرف حساب بوفالوی ولایت شده و اینجوری باهاش سرشاخ میشه. من اعلام کردم تا روز آخر، یعنی تا 28م کار دنبال میکنم. من تو گفتم اگر تجدید نظر نکنند من هرگز رأی نخواهم. بابا اصلا از حد گذروندن، میگه کسی رأی نده مسلمون نیست. بله به خدا ملت اون مسلمونی که تو هستی هرگز نیست. پاسدار قاسمی فکر کرد یه عربده کشی کرده و همه چی تموم شده، اما از اون موقع همینطور داره کامنت دریافت میکنه. لابد میپرسید چیه؟ این همون چیزیه، جواب سعید قاسمی. حالا من اسم سردار حیف به ایشون بگم، چون ایشون واقعا با این رفتاری که کردن اسم سردار رو خراب کردن. آقای سعید قاسمی، جواب تو داداشمون فیض‌آبادی داد، سردار فیض‌آبادی داد، ولی منم میخوام بهت توی بگیرم. اینو آوردم فعلا مشغول بشی، خفه کن بگیری، هیچی نگی، تا بیا پاچه ما رو بگیری. تو باعث شدی من 4 تایی بیام، یه 4 تایی بیام که حالشو ببری، ببینم چی تو رو تحریک کرده. اونی که وجود نداره تو رو تحریک کرده، استخونتو بندازه جلو. خب حالا من میگم
تو این اسامی یه سری اسم اکبر و خالد و عمه و اینا آوردی. خب آخه بگم میخوام دیروز همش از احمدی تعریف میکردی، چقدر گرفتی مثل این بقیه، باز اومدی رو رنگ عوض کردی. تو بس انقلابی نیستی، ادای انقلابی رو نیار. فعلا با این مشغول شد تا من چهارتایی خودمون بیام. خلاصه این که وضعیت فرقون عظما بحرانیه و همین روزاست که با سرنشیناش کله کنه. این هم یک گزارش خیابونی درباره تنور انتخابات و واکنش‌ها به بازارگرمی‌های خامنه‌ای. نه، حقیقتشو بخواید نه. حتی اگه رأی هم بدم، رأی من هیچ ارزشی نداره. اون بالایی هر کاری دوست داره میتونه میکنه. نه، تو کشور ما اصلا انتخابات معنی نداره. چه لزومی داره من انگشتمو کثیف کنم؟ من نه خیر، من شناسنامه اصلا سفیده. خیر. انتخابات قبلی که شرکت کردم چه منفعتی داشت برام؟ نه. اون موقع هم اشتباه کردم و عذر میخوام. من از مردم ایران عذر میخوام که شرکت کردم توی رای گیری. نه خیر. نه. متاسفانه به خاطر اینکه اعتمادی به دولت مردا نداره. نه خیر. 58 سالمه، هنوز من مستاجرم. هنوز نون یومیه‌مون رو به زور در میاریم. من هیچ وقت رای نمیدم، حتی بچه‌هام هم نذاشتم. راستش من دفعه پیش شرکت کردم و خیلی پشیمونم از اینکه شرکت کردم. من سری پیشم رای دادم، خیلی کار اشتباهی کردم. اعتقاد ندارم چون هیچ کاری برای مردم. در پایان یه نگاهی داریم به این دستگاه جالب که بهترین حریف تمرینی برای دروازه‌باناست. همه چیش هم حساب شده است.